نمیسوزین در گفته سیکو نمیسوزین در گفته سیکو ببره از الله شرم کو ایدکی در کاری از که ترسیم کنه مقصد که انشاءالله ماه شریف رمضان ماه عبادت های انسان هایی که بیمارن سحر و جادو دارن جن شیاطین هر چیزی که در بدنش که هست انسان فقط تکیه به الله بکنه پیش افطار پیش روزه رش کویدن انسان دست به دعا بکنه صدقاً یعنی دعا بکنه که پروردگارا هر چیزی که هست به اذن تای خداوند در قرآن میگه و ما هم بدارین الا باذن الله یگون ضرر رساندن میده که الله را نخواه هر چیزی که میشه اجونی به الله های یگون چیز به حکمت نیست بسیاری انسان هایی هستن که یعنی نماز نمیخوانن وقتی که جنشان میزنه بعد در نماز خانی میزنن بعد طاعت عبادت الله میکنن تو یه وقت یعنی از زیاد عبادت الله غافل بدن فراموش کرده بدن پروردگار الله فرموده است که نسوا الله فنسیهم الله را فراموش کرده الله شما را فراموش میکنه با همون خاطر همیشه تکیه به الله از الله سبحانه و تعالی طلب کنیم که شفای کامل در حق خودتان تنها دعا نکنید در حق برادرانی که هستن بیمار هستن ببینین حالای انسانایی هستن که از حال شما بدترن انسانایی هستن که از شما در بسیار ضعیفن پروردگار را شکرگزار باشیم کدامید که مثال سلامتیتون دختان معقول نیست یک بار به طرف بلنیسا برین دخترها برین ببینین بلنیسا را که چه خیلی بیمارا هستن انسانایی هستن که دست پا ندارن انسانایی هستن که گپو تلخواشو برده گرفته کنن بیماریاشون به نهایت زیاده و همون خاطر وقتی که اونها را انسان که ببینه چه میگه الحمدلله که حال ما از حال ما خوبتره وقتی که از بعضی آدمش هم ببینید مردکوی کلان گفت که با قدش یک 20 گفت که با وزنش 130 کیلو خیلی اون چیزای پشت مایس است و گوزبلگی در پشت چی میآید مثلا که هر چیزی که هم باشه جن شیاطانی که باشه انسان که ایمان به قوت بکنه جن شیطان دور میشه این انسان که ایمان که ضعیف شید جن شیطان نزدیک شدن میگیرن با اون خاطر یعنی حرکت کنیم ایمان به قوت بکنیم طاعت عبادت الله در وقتش که بکنیم انشالله یگون چیز ضررش رسانده نمیتونه اگر طاعت عبادت الله که سستر کشید ضعیف کشید ایمان اونها نزدیک میشوند فقط ما توکل به الله الله سبحانه و تعالی فرموده است که و من یتوکل علی الله فهو حسبه هر انسانی که تکیه به الله میکنه توکلش به الله میکنه برای بسنده های در دیگه آیت قرآن الله فرموده است که و من یتقی الله یجعل له مخرجا هر انسانی که تقوا میکنه هر انسانی که پرهیزکاری میکنه هر انسانی که الله را پرستش میکنه الله او را از تمام مشکل ها بیرون میکنه از حضرت عمر رضی الله عنه جن شیاطین میترزن دور میشیدن همراه مسلم آدم بود الحمدلله که ایمان اونها چقدر بقوت بدن ما پیرو اونها شیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود تمسکوا بسنتی و سنت خلفای الراشدین چنگ بزنید به سنت های ما و سنت های خلفای الراشدین با همون خاطر با گفته خدا و رسول خدا اگر که عمل کنیم جن شیاطین نزدیک شده نمیتوانند با همون خاطر یعنی روزه را در وقتش بگیریم طاعت عبادت الله نماز صبح بخونیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که من صلى صلاه الصبح و فی ذمه الله هر انسانی که نماز صبح نماز بامداد را خواند او در ذمه خداوند است الله را به عهده میگیره که اون چی را ضرر رسانده نمیتونه گیت اطراف اون انسان پر از ملائکه میشود بعد هر یک نماز اگر ما بگیم سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرش و مداد کلماته ان شاء الله که اون چی ضرر رساندن اگر سحر و بیگاه سه باری تکرار کنیم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اون چی ان شاء الله که ضرر رساندن نمیتونه اما متاسفانه ما همین چیزا را حرکت نمیکنیم کوشش نمیکنیم که یاد کنیم از خودمون بگیریم همین قمه دونیم که نه نمیتونیم یاد خواندن نمیتونیم وقت نداریم دیگه اگر که کوشش کنیم اسلام نه تنها به خاطر گفت که با ملا و ایشان قاری و دیگه هست هم قاری هم از بطن مادرش یعنی برآمد هیچی نداشت کونلیج بود گفت که با یگان چه نمیدونیست حرکت کرد کوشش کرد هر انسان که حرکت کوشش کنه الله را میته خداوند فرموده است که ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم خداوند یگان قوم تغییرات نمیده تا اینکه قوم خودش کوشش نکنه همین بیمارا اگر خودشون کوشش نکنن طاعت عبادت الله نکنن این جنخانه ها و این قاری ها و هر کسی که باشه اونها از دست یگان کار نمیآیند که اونها را کمک بکنن
فقط توکل به الله بکنه. اون بیمار چقدر خودش کوشش کنه طاعت عبادت الله خوبتر کنه، اون بگیم مولای جین خان هر کسی که باشه بخوانش تیز میبره. بعد در ما یافتیم که مثلا فلانی مولا زورش نرسید یا که جین خواندن نمیتونه وایدش نمیاد. نه، همه شایط قرآن انسان وقتی که خواندنش الله فرموده است که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما نازل کردیم قرآن شفا برای مؤمن ها. انسان که شفا نیافت یعنی قرآن عیب کردن نمیتونه و اون مولا را انسان خودش عیب خچه بکنه. ما در خانه باشیم که از خانه اگر شمال یگانجا بد یعنی چه میکنیم؟ خانه را که اگه شمال میداره میره اونجا را محکم نمیکنیم. انسان محکم نمیگی در طرفش که چی بده درون خانه تو محکم که خانه خورده است، یعنی ادیول پیچش نمیکنیم، خانه را تریزر محکم میکنیم. وقتی که انسان هم که به سبب قرآن شفا نیافت مولا را عیب جو نکنن، قرآن نه، اما خود بیمار عیب داره، ایمان ضعیفه. یعنی انسان که نماز خوند شفا نیافت و طاعت عبادت ازش در طاعت عبادتش یعنی نقصانه، کمبودی داره. همون کمبودی را بکوه اصلاح کنه همش خوب میشه. تا اینکه همون کمبودی را اصلاح کنه وای رفتن میگیره. اگر ما دائم پیوله آب ریزیم اگر اگانجش ریختن میگیره تا همونجا را محکم نکنیم یه پر نمیشه رفتن میگیره. و اون خاطر یعنی جایی که ایمان ما ضعیفی که داره، شاید که نمازها را ما میخونیم نمیدونیم که در طاعت عبادت الله چی گفته ایسیم. الحمدلله رب العالمین و ضالین آمین، یعنی نفهمیدیم چی خوندیم. یعنی چنان عبادت که پروردگار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. عبادت که چنان پروردگار که همچنان که پروردگار را میبینی، اگر که پروردگار را ندیدی به یقین است که پروردگار تو را نگاه داره، نظارت داره. با اون خاطر یعنی عبادت الله ما از همه چیز بهتر و بیشتر باید بدانیم. عبادت الله که خوبتر کنیم خداوند خودش برای ما هم برکت عطا میکنه، هم رزق روزی حلاله و هم علم مفیده و هم تنصیحاتی و تندرستی ان شاء الله. و اون خاطر یعنی حرکت کنیم، کوشش کنیم ماه شریف رمضان ماه عبادت، ماه اجابت دعا، پیش افطار کردن دعا کنیم که پروردگارا بیمار دادگی امتحان من کیسه یا اینکه به سبب کدام گناهی که ما را یعنی یا غضب تا آوردگی یا که امتحان من میکنی، پروردگار خود دانه هستی، ما را شفای کامل عاجل عطا فرما. ما با جز تو کسی نداریم که پیش او مثلا التجا کنیم، فقط تکیه به الله. الله فرموده است شما هر چیزی که میخواین از من طلب کنین، ما از رای گردن به شما در قریب هستم. تو قرآن هستن. با اون خاطر حرکت کنیم، کوشش کنیم طاعت عبادت الله خوبتر کنیم تا اینکه تیسر شفا بیاویم و رها بیاویم. چشماتون بپوشین، الله شفای کامل عاجل عطا فرما. هر چیزی که پیش چشمتون میآید گاو زنین یا اینکه دلتون شد اگر حرکت کنین پرتوی نازا نکشین، چشماتون رو نکنین، تلفنشون کپی کنه نکنین، دلتون شد حرکت کنین پرتوی چشماتون یکی از دیوونه کن، چشماتون رو نکنین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.